سلام به همه عزیزان دلم. من اولین باره که بخوام راجع به آلت کوینا صحبت بکنم. تجربه خاصی هم ندارم، 3 ساله مشغول این کار هستم، عاشقشم. خیلی هم تو این کار از لحاظ پولی موفق نبودم، ولی از نظر لحاظ تکنیکالی بد نبودم که واقعا و بچه‌ای که آشنا هستن سیگنال اگه دادم واقعا به دردشون خورده. البته من مثل بقیه تریدرها نیستم که هرچی دلشون میخواد میگن که بیت کوین رو اینجا میبینیم، بیت کوین رو اینجا میبینیم، همش شانسیه. بله میبینیم، بستگی به حجم بازار داره، بستگی به خریدارای بازار داره، بستگی به نهنگای بازار داره، بستگی به ترامپ داره، بستگی به اتحادیه اروپا داره، آسیا داره. همه اینا اوکیه، ولی با این حال من به صورت مجانی این سیگنال رو میذارم. اگه کسی دوست داشت ببینه، خودش برآورد کنه، ببینه. اگه خوب بود بگیره، اگه نبودم که هیچ. اگر خوب بود برای ما دعا کنه که سلامتیمون رو به دست بیاریم، اگرم نشد که با استابلاس، حتما استابلاس داشته باشه که بتونه معاملهشو توی شرایطی که هست ببنده و از ضرر بیشترش جلوگیری بکنه. به خاطر همین تمام این افرادی که خودشون گنده های بازار تلقی میکنن، متاسفانه هیچ کدومشون وجود لایف ترید ندارن که بتونن به صورت لایف این کار رو انجام بدن، چون میدونن که از هر سیگنالی که بدن آخر شما 10 تا سیگنال وقتی میدی یکیش به تارگت میخوره دیگه، یا میخوره اونو بولدش میکنن. امکان شما خودتون باید زرنگ باشی. اینکه شما اگه یه پول خوبی رو به دست بیارید توی معامله، ممکنه خیلی سریع تا هفته بعد 10 برابر اونو ضررش رو بدید، به خاطر اینکه شما رو شیفته خودش میکنه. این کار فکر میکنید که دائم برنده میشید. دقیقاً کسایی پشت این سیستم ها نشستن که ابرقدرتن و پولای خورد و مثل آب خوردن جمع میکنن. شما باید زرنگ باشید موقعی که تو سودید، به 1%، 10%، 20% برای خودتون تعیین بکنید، از بازار خارج بشید. من تو این 3 سالی که تجربه داشتم واقعا ورود و خروج خوبی نداشتم خودم. یعنی اینو بهتون بگم که بر اساس این اندیکاتورهایی که دارم هیچ وقت عمل نکردم و واقعا ضرر کردم. همیشه ضرر کردم. شما این نگاه کنید، جایی که بای داده یا سل داده بسیار جای خوبی است و سوده خوبی می شده بگیریم. متاسفانه من خودم این کار نکردم، واقعیت رو دارم میگم. و تو رو خدا گول این آدمای دوزاری رو که از شما پول بخواه، کدوم آدمی که پول در میاره چجوری میشه که بیاد به شما کانال سیگنال $30، $100، $200 بفروشه؟ واقعا آدم باید بیشور باشه که بخواد این کار رو بکنه. اگه من پول در بیارم دیگه نیازی به پول شما ندارم، خوشحال میشم شما هم پول در بیارید. این که $100 میگیرن، $200 میگیرن، بعد چند نفر رو بولد میکنن که ما پولای خوبی گرفتیم. اگه راست میگید کل اون ثمره 1 ماه، 2 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماهتون رو بذارید بقیه ببینن. اونا رو راحت میشه دستکاری کرد. به نظر من که خواهش میکنم توجه نکنید، خودتون برید دنبالش، خودتون بکنید. هیچ وقت به کسی وابسته نباشید. بالاخره این بازار بالا و پایین داره دیگه، یا بالاست یا پایینه یا رنج دیگه، کاری نمیشه کرد. یه مقداری با پول کمی که دارید شروع بکنید و پول زیاد نذارید. حالا بچه پولدارا میتونن هر کاری بکنن، اون دیگه میشه قمار. ولی بچه‌هایی که سعی کنن که
شده $1 اگه سود میکنن این سود خودشون رو تداوم ببخشن بکنن $2 $3 $10 و بتونن بیان بالا. قربونتون برم. من راجع به ورلد کوین میخواستم صحبت کنم. ورلد کوین به نظر من یک ارز بسیار خوبیه، از ارزهای هوش مصنوعی، طرفدار زیادی داره. حجم معاملاتش شما اگه نگاه بکنید در یک کندل 4 ساعته تقریبا 2.9 میلیونه. 3 میلیون ضرب در 2 یورو تقریبا 6 میلیون در 4 ساعت، 6 میلیون دلار و حجم خیلی خوبی داره برای خرید و فروش. من به نظرم با توجه اینکه بیت کوین الان شکل نزولی به خودش گرفته، بحثای ترامپ و اینا رو بذارین کنار، ترامپ هم دوست داره بیت کوین رو روی 80 بخره، 70 بخره، 60 بخره. ساده نباشین که اینا یه شبه برن تو آسمان علیه آلت کوینایی مثل ترامپ اسمش ملیانا، خانم ترامپ، نمیدونم پسر ترامپ، دختر ترامپ، همینجوری یواش یواش میره تو بچه و نوزاد و اینا. اینها رو موقعی باید بخری که همون لحظه میتونی اینا رو موقعی که اعلام میشه بگیری، وگرنه بعد از 1 ساعت 2 ساعت شما واقعا میری تو ضرر. اصلا شک نکنید اینکه اینا پامپ میکنن بعد دامپ میشن به خاطر اینکه ارزشی نداره. شما مثلا با میم کوین ترامپ چه غلطی میخوام بکن؟ ساده نباشید، اونها رو پولای خیلی کمی روش بذارید و سعی کنید اون موقعی که ببینید آدما اومدن توکن میلیونر خانم ترامپ رو معرفی کردن، بعد توی کانالش نوشته من اینو پیدا کردم، اینو معرفی کردم. بعد مرتی که پوفیوس، خب تو اگه پیدا کردی باید روش خریدش هم بگی دیگه. گذاشتی فردا ساعت 12 ظهر میگی من روش خریدتون رو بهت بگم، توکن میدونش شده بود 12 و 11 و 99 دلار. تو غلط میکنی وقتی نمیتونی همچی کاری انجام بدی، میای خودتو بزرگ میکنی. یا مثلا خودش رفته ارز فلانو خریده، سودشو کرده، یهو میاد تو کانال میگه که اینو سیگنالش کنم. چیزای عجیب غریبی من تو این 3 سال دیدم از این کانال خریدم، فیوچر، سپات، هیچ کدوم عمل نکرده. حالا شما این چیزی که من میذارم ببینید این استراتژی خودمه که طراحی که نمیشه بگی، روش بازی کردم با اعدادش. به نظر من بتونید سودای خوبی بگیرین. اگه دوست داشتین به پیغام بدین براتون بفرستم که من استراتژی اینجا همه چیش مشخصه. الان من بازش که بکنم ببینید توی اینجا، چون من بهتون نشون بدم من از چلندر اکزیت استفاده میکنم، منتها باید بهم بگین که بتونم براتون بازش کنم که عددشو بهتون بگم. نه همه رو خودم عدد گذاشتم، از کسی هم یاد نگرفتم. چلندر اکزیت فقط یک نفر گفت 3 سال پیش. من از 3 سال پیش دارم سودای خوبی هم گرفتم. مثلا از آینسه 2700 یورو با 20 دلار گرفتم. تا خب همش به باد دادم این بعدش. ولی خب اب نداره، این بازار بالاخره همیشه هست، ممکنه یه روزی هم روز ما باشه. مواظب باشید. این آدمایی که پکیج فروشن، این آدمایی که سیگنال فروشن، این آدمای بدبختی هن. اینا ثروتمندم که باشن نظر من بدبختن، چون جیب دیگرون رو خالی میکنن. وگرنه اگه معرفت داشتن، شرف داشتن، مجانی میگفتن که بچه دیگه هم سود بکنن. تو ایران نه، کانال بذاره $100 یه چیزی حدود 8 میلیون تومن میشه. 8 میلیون تومن یه بچه، یه جوونی بره بیاره بده به تو بی شرف، بعد
وقت تو کانال چجوری تصمیم میکنی که این سود میکنه؟ اگه سود نکرد میگید وایسا تا حالا 30 تا 50 تا سیگنال میدی، 30 تاش استابلاس میخوره، 5 تاش چیز میشه، بقیه‌اش هم معلوم نیست، حالت رنج داره. چرا چرت و پرت میگی؟ امیدوارم که به دردتون خورده باشه. و حالا درباره بحث ورد کوین به نظر من اگر شما یه تیپی روی 1.86 بتونین بخرین، میتونین روی 2.60 بفروشینش. با حالتی که بیت کوین داره میاد پایین، احتمال زیادی داره که حجم خوبی ازش اینجا بخرید و 1.64 هم به نظر من خیلی، اگر بیاد تا 1.64 هم میتونه یک جای خیلی خوبی باشه برای خرید. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. من ببخشید در ایرادی اگر هست، دیگه من دفعه اولمه، فقط خواستم باهاتون صحبت بکنم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. عزیزای دلم هستید، عاشقتونم.